من خدمت برادر بسیار عزیزم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی تبریک میگم. مسئولیت سنگینی بر دوش ایشون قرار گرفت. ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 بند مقام معظم رهبری تأیید کردن، حتما به عنوان یک قرارداد، یک تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت‌ها پایبند باشن پایبندیم. اما برجام شما نمیتونید اجرا کنید. برجام رو یک دولت مقتدر میخواد اجرا کنه. آقایون